سرچشمه آفتاب. حضرت زهرا سلام الله علیها یگانه دختر و تنها فرزند پیامبر اسلام در 20 جمادی الثانی سال 5 بعد از بعثت چشم به جهان گشودند. مادر ایشان حضرت خدیجه ام المؤمنین بودند. طبق برخی روایات نبی اکرم 40 روز پیش از انعقاد نطفه ایشان از طرف جبرائیل مأمور شدند تا از همسرشان فاصله بگیرند و به اعتکاف و عبادت بپردازند. پس از 40 روز با غذایی که از بهشت برایشان آوردند افطار کرده و راهی منزل شدند. پس از تولد فرزند پیامبر نام دخترشان را فاطمه گذاشتند و فرمودند: خداوند دخترم فاطمه و فرزندانش و هر کس که آنها را دوست داشته باشد را از آتش دوزخ جدا کرده، به این دلیل او فاطمه نامیده شده است. اکثر مفسران شیعه و عده‌ای از اهل سنت معتقدند که سوره مبارکه کوثر در مورد آن بانوی بزرگوار نازل شده است. همچنین آیه تطهیر که نشانه عصمت آن حضرت است، آیه مودت و سوره انسان در بیان منزلت ایشان نازل گردیده است. وقتی آن حضرت به سن ازدواج رسیدند، افراد زیادی از صحابه پیامبر به خواستگاری ایشان آمدند، لیکن پیامبر به تمامی آنها گفت: در مورد فاطمه منتظر فرمان الهی هستم. تا سرانجام علی ابن ابی طالب به خواستگاری آمد و پیامبر با شادمانی پذیرفتند. ازدواج ایشان به سادگی هرچه تمامتر برگزار شد. زندگی مشترک امیرالمؤمنین و حضرت زهرا نمونه واقعی یک زندگی اسلامی بود که حاصل پربرکت آن تولد امام حسن، امام حسین، حضرت زینب و ام کلثوم بود. نسل تمامی امامان شیعه توسط آن بانوی بزرگ به پیامبر اسلام برمیگردد. در کتاب انسان 250 ساله می‌خوانیم: در زندگی زهرای اطهر یک نکته هست که باید به آن توجه کرد. البته ما در تعریف مقامات معنوی آن بزرگوار وارد نمی‌شویم و قادر هم نیستیم که مقامات معنوی فاطمه اطهر را بفهمیم و درک کنیم. در زندگی معمولی این بزرگوار یک نکته مهم است و آن جمع بین زندگی یک زن مسلمان در رفتارش با شوهر و فرزندان و انجام وظایفش در خانه از یک طرف و بین وظایف یک انسان مجاهد غیور خستگی ناپذیر در برخوردش با حوادث سیاسی مهم بعد از رحلت رسول اکرم که به مسجد می آید و سخنرانی و موضع گیری و دفاع می کند و حرف می زند از طرف دیگر. همچنین از جهت سوم یک عبادتگر و به پادارنده نماز برای پروردگار است و در محراب عبادت این زن جوان مانند اولیاء کهن الهی با خدا راز و نیاز و عبادت می کند. این سه بعد را با هم جمع کردن نقطه درخشان زندگی فاطمه زهرا علیها السلام است. حضرت محمد که علاقه زیادی به دختر خیش داشتند در حدیثی فرمودند: فاطمه پاره تن من است. هر کس او را آزار دهد مرا آزرده و هر کس مرا آزار دهد خدا را آزار داده است. این حدیث توسط راویان شیعه و سنی از ایشان نقل شده است. بعد از شهادت پیامبر حضرت فاطمه زهرا به شدت اندوهگین فقدان پدر بودند و همزمان حق خلافت امام علی علیه السلام را غصب شده دیدند. ایشان نه به عنوان یک همسر که به عنوان شیعه و مأموم امامشان را یاری کردند و تا پای جان بابتش ایستادند، تا جایی که در اثر آن حمله وحشیانه مأمورین خلیفه وقت شدیداً مجروح و بیمار شدند و سرانجام بر اثر همان بیماری در 3 جمادی الثانی سال 11 هجری قمری به شهادت رسیدند. دختر پیامبر قبل از شهادتشان وصیت کرده بودند که دوست ندارند افرادی که به ایشان ستم کردند در تشییعشان حضور داشته باشند. لذا تشییع و تدفین ایشان در دل شب صورت گرفت و جز خانواده و شیعیان خاص کسی از محل دفن ایشان مطلع نگردید.